بچه‌ها چطورید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. همه هستم و خیلی خوش اومدید به قسمت جدید مینی سریال خرج کردن 100,000 تا جیم داخل فری فایر. حقیقتا بچه‌ها دقیق نمیدونم ولی فکر کنم قسمت 8م و تقریبا میشه گفت قسمت‌های پایانیه. درسته 40,000 تا از جیممون مونده، اما این هفته به جرئت میگم به جرئت بیشترین هفته‌ایه که قرار جیم خرج کنیم. چرا؟ همونجوری که می‌بینید دو تا ایونت اومد داخل بازی. اولی ناروتو و دومی آفر 90%. کل آیتم‌ها آفر 90% قرار بگیریم. حالا نمیدونم چند درصد آف کنیم ولی میانی اگه 70% اگه در بهترین حالت 70% هم آف کنیم حداقل 8k تو آفر میره. اونم 5 6k ببره حاجی 20k رفته تو این ویدیو ازمون. خلاصه لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره. با این کار خیلی میتونه از من حمایت کنید بچا. کل هزینه‌های ساخت این مینی سریالو خودم از جیب خودم دادم و هیچ اسپانسری بابتش نداشتم. ممنون میشم پس این ویدیو رو لایک کنید. بعد بچا برای این ویدیو استثنا بک‌گراند تغییر دادم، رنگ سبز کله قاضی یا اون کله قاضی اون آبی فیروزه‌ای اگه اشتباه نکنم دقیق نمیدونم ولی گفتم یه تنوعی بدم. نظرتون راجع به رنگ بک‌گراندم حتما داخل کامنت‌ها بنویسید. و بچا یه نکته هم بهتون میگم چرا داره مینی سریال اواخر هفته دیگه منتشر نمیشه و وسط هفته یهو میاد. مثلا این ویدیو فکر کنم یک شنبه براتون بیاد، چون بچا گیم کلا ایونتی نمیاره. مثلا این دوتا هم پشت سر هم آورد، یعنی من ناامید بودم، گفتم خوبه که این هفته اصلا مینی سریال نمیذاره. پس دیگه این آخرا پارتای آخر یکی دو تا پارت آخر نهایتا شاید 3 تا پارت آخر باشه، یعنی این یکی دو تا دیگه هم احتمالاً منتشر بشه و بعد جمعش تموم بشه دیگه. افتاد وسط هفته دیگه، تایم دقیقی نداره. اونم واقعا تقصیر گیم، یهو برنامه‌اش کلا تغییر داد و برنامه ما هم تغییر کرد. بریم که با هم شروع کنیم. از آفر دوست دارم شروع کنیم بچه‌ها، ولی حاجی آفر بذاریم برای آخر. از ایونت ناروتو ست ناروتو شروع می‌کنیم که واقعا یکی به نظرم از خفن ترین ستایی که اخیرا وارد بازی شده. بعد بچه‌ها بر من اون ویدیو که خودم گرفتم و ارزم بزرگتون برای ساکورایی گرفتم، اینا اصلا لود نبود، هیچی تو این گردونه لود نبود. ولی اینجا اینا رو دارم حاجی، خوب پولا کار نداریم. اوکی یه 5 تا با هم اینو باز کنیم. و بچه‌ها باکسای اینا بی نهایت زیادی. یه پارت هم براتون حالا جدا از خرج کردن و اینا میذارم فقط باز کردن باکسای این حساب که میدونم خیلی مشتاقین و دوست دارید که ببینید باکسای این اکانت اول اصلا چیا داره و چیا بهمون کلی آیتم میدونم میده. یادتون باشه دیگه بچه‌ها 40,300 تا جم هم داشتیم که اسپین زدن رو برای آفر شروع کردیم. اوکی بچه‌ها اینجا زده روی لاکی چندم بهمون میده. اینجا گفته اگه 18 تا دیگه اسپین بزنید، حد اکثر 18 تا دیگه اسپین بزنید 100% توکن دوم بهمون میده. خدا رو شکر رو ساکوره نمیدیدیم چند تا بود، وگرنه باور کنین اسپین نمیذارم براش. اوکی یه دونه دیگه هم بزنیم، یه دونه دیگه رو اگه این نده ببینید بچه‌ها قبل رسیدن به اون عددی که خودش انتخاب کرده بود بهمون داد. پس اون عدده یه چیز حدودیه، یعنی به اون برسه 100% بهتون میده، ولی هر چی نزدیکتر بشه خب شانستون هم بیشتر میشه. یعنی اینجا ما الان 3 تا اسپین دیگه هنوز جا داشتیم ولی خب زودتر بهمون داد. الان توکن سوم رو روی 48 اسپین آینده بهمون میده. حد اکثر ممکنه الان 10 تا دیگه بزنیم و بهمون بده. احساس کنم زیر 48 تا بهمون توکن سومو میده، ولی چهارمی خیلی اذیت میکنه و پنجمی هم خودتون میدونید دیگه چی کار میکنه دیگه. دنس خیلی خفنی هم داره. آیتمای سمت راستش هم استثناً یکی از بهترین آیتماییه که میتونه این سمت راست قرار بگیره. حالا اینو فاکتور بگیرین، یه دونه بنر اینکوباتور، یه دونه سنگ، یه دونه دنس واقعا به درد نخور و یه دونه ست. در اصل با یه دونه ست شما صاحب 3 تا ست میشید. حالا در ادامه بیشتر بهتون توضیح میدم بچه‌ها. این که پارتی یکی این ویدیو رو دیدن و گرفتن 3 تا روز ساکورای دیدن، منظورم متوجه میشن منظور از اینکه یه ست میگیری 3 تا بهت میده چیه. البته خودتون هم 3 تا دیده باشین متوجه میشین دیگه. حتی شاید هم نزن اینجا 3 تا میشه نمیدونم. حالا اینجا دیگه آپشنایی برای خود زده، ولش کن. حالا در ادامه بهتون نشون میدم. الان به ما گفته بچه‌ها 8 دیگه اگه اسپین بزنیم بهمون 100% توکن سوم هم میده و فینیپو سیتو میشه، ولی بهمون نداد دوستان. پس 3 تا دیگه الان اینجا 100% ببینید الان 100 بهمون میده. بهمون داد. اینم از توکن سوم. توکن چهارم فکر کنم حداقل باید 100 تا اسپین براش بزنیم. درسته؟ آره 97 تا دیگه باید براش عملا اسپین بزنیم. امیدوارم زیر این عدد بهمون بده. بعد یه نکته هم بهتون میگم، این همیشه آف خورد. نه آف نخورد. این کارته به درد نخوره که داره همش 20 از جمش کم کنه. خوبه حاجی. تو 10 تا اسپین خودش 200 تا جم دیگه. جورایی به صرفه در میاد، ولی همش این کارت میده زیاد حقیقتا برای من جالب نیست. اوکی یه دونه دیگه بزنیم. بچا نظرتون با چند تا اسپین یکی چیه؟ حاجی یکی هم احساس کنم شانس خوبی داشت. با 0 تا جم اسپین زدم پس یکیش آف خورده. خدا شکرت یکیش آف خورده. یس یکی آف خورده بچه‌ها. من نمیدونستم از اول اینجوریه، وگرنه فقط یکی میزدم. بچه‌ها یه نکته ای، این کارته میبینید تا 42 روز و 9 ساعت دیگه الان که دارم این ویدیو رو رکورد میکنم تایم داره، ولی این گردونه تا 28 روز دیگه است. یعنی آیا این کارتا رو میشه تو گردونه های بعدی هم که میاد و مربوط به ناروتو استفاده کنم؟ من احساس کنم حاجی میشه، نمیدونم. حاجی یکی چقدر سود داره. آی یک شد 25 تا. نه کنسل دیگه نمیزنم. وایسا یه دونه دیگه تمام. اوکی بریم سراغ 5 تایی. 54 تا دیگه هنوز باید بزنیم. حاجی چی میشه قبل 30 تا بهم بده؟ خیلی سود میکنیم قبل 30 تا بده لطفاً.
سری ای داد بچه روی فکر کنم قبل سید 250 تا دیگه باید بزنیم حاجی. 4 تا توکن عالی گرفتیم بچه. 4 تا توکن رو با 2000 تا جم گرفتیم. وای ولی یکیش خیلی میبره 250 تا. بذارید بچه یه لحظه من حساب کنم حاجی. هر 5 تا اگه ما در نظر بگیریم 90 تا میانگین بگیریم دیگه، بین 80 تا 100 90 در نظر بگیریم حاجی 4500 تا جم میبره. واو نه امیدوارم قبل این عدد باشه. خیلیه 4500 تا جم برای یه دونه توکن بزنی حاجی. خب چرا رو ساکورای من این عددا سکته میکردم. وای کاش اینجا برام لود نمیشد نمیدیدم بچا. انصافا من ندیده بودم این پایین هست. یعنی اون موقع که داشتم ساکورا رو میگرفتم چون اصلا چیزی با این اصلا لود نشده بود سایت. وای داده بود. وای سایت یادتونه بچا ویدیو رو گرفتم لود آیتماش مشخص رندوم به من یه چی میداد. این کارت رو من آرزو داشتم ببینم توکن چه رنگ چه شکلی نبود. اصلا ویدیو رو اگه دیده باشین که 100% احتمالاً دیدین حاجی فشار نباید من انقدر بخورم. من یکم دیگه بگذره این برسه رو 100 نده سکته زدم همینجا وسط ویدیو. الان ببین اینقدر فشار خورم عرق داره گود فلم کنید بچه. واقعا فشار اومد حاجی. حس میکنم سرعتی قدرتی بزنیم حاجی شانس بالا باشه. نگاه کن اینجا رو اینترنت یاری کنه فکر کنم زود بگیریم بچه. یه انیمیشن بیاد یعنی گرفتیم. لاکی 180 لاکی 170 لاکی 160 انصافا بده. نه اینجوری نیست. وای تو الان نزدیک 3500 تا زدیم یعنی 1500 بر توکن پنجمیه. نمیدونم میصرفه یا نه بچه‌ها ولی میخوام ادامه بدم. ما که تا اینجا اومدیم از اینجا به بعدش هم میریم. بذار یه چند تا یکی بزنم حاجی. من کار ندارم یکی همش ضرره. بذار چند تا یکی بزنم شاید یکی شانس مثلا ببره بالا ها. شاید یکی مثلا شانس ببره. نه یکی هیچ غلطی نمیکنه هنوز 100 تا دیگه. واو 100 تا دیگه بزنیم میشه 5000 تا یعنی فقط 3000 تا من توکن 50. اشتباهی کاش برای این سایت اسم نیم حاجی. ست قشنگه خدایی نمیشه از حق گذشت و بگیم ست بعدیه. واقعا ست زیباییه ولی حاجی دوست داشتم رو این حساب. یعنی دوست داشتم رو ساکوره حالا جدا از بچه رو با 40 کی بگیرم ولی اینجا واقعا با همون 2 کی بهم بده. چون بچا در نهایت قراره اگه نمیدونین این مینی سریال هدفش این بود که یه حساب نوبی از 0 به 100 برسونه. یعنی با 100,000 تا جم و در نهایت تو پارت آخر قراره به یکی از بچهای شما بچهای مستر آرمی برسه. حالا چه جوری به صورت نمیتونم اسم کاملش رو بگم ولی به اون صورت قراره به شما برسه و من اینقدر برای همین اصرار دارم بچه‌ها لطفا از این سری ویدیوها حمایت کنید چون خیلی هزینه سنگینی برداشته. شما حساب کنید 100,000 تا رو یهو بکوبین رو یه حساب. نه بدون هفتگی ماهانه خالص 100,000 تا بزنید. متوجه منظورم میشین؟ چون با هفتگی ماهانه مثلا قیمت 1/3 در میاد ولی تا 100,000 تا رو حساب بخوام مثلا 4 سال طول میکشه. یعنی من اگه می‌خواستم این ویدیو بگم بعد 4 سال پیش هفتگی ماهانه میذارم روی حساب نوبی تا الان بشه مثلا 100,000 تا. 4 سالم بیشتر. همینجوری بزنیم حاجی 46 تا دیگه نریه راستی دیگه. الان دیگه دوست دارم بره رو هم 30 تا دیگه‌اش بره که منت نذاره سر دیگه 30 تاش مونده. 250 تا واقعا زدیم. گفتم بچه‌ها این پارت خیلی تازه آفرن تو آفر میخوام چه جوری بلولم. 26 تا دیگه میدونه دیگه به درد نمیخوره. من که چقدر دادم 10 کی دادم این 400 تا جیم آخرش هم میدادم دیگه. اوکی سمت راست برداشت کنیم. فاز منفی ندیم بچه‌ها. خدا یارا ست قشنگه. بذارید خودمون رو قانع کنیم حداقل چیزی چرت و پرت جیم ندادیم. اوکی یه دونه بنر برای ست بی 2 کی. اینجا یه دونه سنگ و بسیار زیبا. این نه اون دنس آشغاله بود که دنس خودش بود. دنسی که از اون سمت چپ تو بک گرفتیم. اوکی فعلا اینو بازش نکنیم. بچه‌ها یه مسئله 120 تا اگه ویدیو دیروز رو دیده باشید احتمالاً این ویدیو داره یه روز بعد آفر میاد یاره همینطوره. بچه‌ها اگه ویدیو دیروز رو دیده باشید میدونید که توی آفر 120 تا کارت اینکوباتور هسته و بذار ببینم بچه‌ها من اگه بخوام 120 خدایا 90% بخورم بچه‌ها چون حساب نوب الان دیگه نوبی نیست ولی قبلا نوبی باش. آره بذار ببینید توی قصه این ست گالسکی اینو نگرفتیم اینم نگرفتیم اینم کنسل ولی بچه‌ها میریم برای آفر اسمی میذاریم 120 احتمالاً اگه درصد خوبی بخوریم بگیریم. ولی حاجی یه نکته من بهتون بگم دوستان این کوه هر 50 تا که اسم میزنید 2 تا به نهایتا سنگ بده 2 تا بنر بده. خیلی ریده اثر. بریم سراغ آفر ببینیم چیا قراره بهمون بده. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی بزنه یه درصد بالا. بچه همین الان داخل کامنت ها هستین که چند درصد قرار بخوریم. من میگم بالای 70 هر چی هست بالای 70. وای نشستم به مانیتور نگاه عدد آف فریاد میکشم.
باز خدا رو شکر بد نیست. اوکی میخوام همه رو رنده کنم. یه 60 تایی برای این میگیریم. حاجی من تو ساکورای چند خوردم؟ همین اولوش بود. حالا میخواین دقیقش ببینیم. بریم ویدیو دیروز یا پریروز یکی از ویدیوها رو خلاصه ببینید. اوکی اینجا برای گان لولی 100% میگیریم. 100 در 1000 در. حاجی AK گرفتیم؟ AK هم نگرفتیم که. حاجی AK نگرفتیم. آفر کنسله. نه آفر کنسل نیست. اینم میای میگیریم آخرش. اینم میای. خب پس بچه‌ها من گفتم قرار 15 20000 تا خرج بشه. یه مقدار این سقفش ببینیم. من نمیدونستم AK نگرفتیم و ما قرار این بود که هر سایتی که میاد داخل بازی و به صرفه رو بگیریم. AK واقعا بی صرفه. اوکی یه گان لولی. اوکی بیا پایین بنر B2K بگیریم. اول اصلا کاش نمیگرفتم. کاش اول اسپی میزدم. شاید اصلا بده. چرا 300 خورده جمع حروم کردم. این باکس رو همه رو میگه. کار ندارم باکس خوبه بده. اصلا این که نه دیگه کتابا رو حاجی نیست. کتاب نداره اصلا یه حساب. کتاب چیه؟ همونجا اینا هیچی. میایم پایین میریم بالا یکم بازی 100 بازی. این ست ها دنس من گفتم ست چجوری 300 تا جمعه حاجی بگیریم ولی این دنس 329 تا نمیسه. فقط چون میدونم خیلی انیمه ناروتو بین بچه‌ها محبوبه بین شما بیننده و در نهایت این حساب قرار به یکی از شما برسه. برای همین قضیه گفتم بگن 329 تا واقعا نمیصرفه برای دنس بخوام بدم چون دنس نمیدونم من که دنس استفاده نمیکنم. شاید شما هم همینطور باشید. اوکی اینم بگیریم 20 تاش میشه 380 تا. باکس لژندری هم هست خوبه دیگه. آرزم به خدمتتون 20 تا توکن دیگه. ارزم بزرگتون این بیلاخی از آسمون میاد. این خودش هم همینجوری 400 تا جون بود یعنی آب هم نمیخورد بازم میصرفید. لامبو نداریم نه لامبو رو بذار بگیرم. این ذرت هم به نظر زیبا میاد. چرا زدم اشتباه دستم خورد زدمش. اوکی 40 تا UMP ساکورا. 40 تا چند میشه؟ 520 میصرفه بچا چون UMP ساکورا UMP خوبیه. اینم که گانه دوره که 100% میگم دونه 8 تا جم در میاد. حاجی اصلا زشت بود من اینو نمیگفتم. اینم که کتاب هیچی کتاب نمیخوایم. این چیه اینا کتاب گلسکی کتاب. یه دونه کارت کاست 2 تا کارت کاست 3 تا 5 تا کارت کاست اون بگیرم به در سال جدیدش میخوره. اینه میگیریم 659 تا ست اصلی آفر و ارزم بزرگتون 29000 تا جمع مونده. حالا اینجا در یک کلکت سوسکی اینجوری میریم اینه میزنیم اینم میزنیم اینم شد چقدر اصلا لود نکرد. انقدر فشار اومد بهم آب بدنم کم شد. برو بریم سراغ حالا AK بعد میریم این کو. این ذرته نمیدونم چی شد اومد تو پروفایلم حالا ولش کن. ارزم بزرگتون که اینجا ما باید 2 تا باکس حذف کنیم. حالا چی رو حذف کنیم؟ این UMP رو حذف کنیم. این MP40 هم حذف میکنیم چون UMP ساکورا تو 40 تا 100% بهمون دائمی میده. با یه دونه یکی خیلی سوسکی و ملس و آروم ملو میریم رو به جلو. با یکی اول و ملو که رفتیم رو به جلو حقیقتا بهمون بیلاخت داد. اینجا دبل بیلاخت داد. نزدیکش بیفته یعنی شانس. اوه نزدیک افتاد یعنی شانس این گردونه بالاست. قبل اسپین آخر بهمون میده. حاجی این چی این چیه پسر؟ کیل باکسه؟ جالب نمیبینم این کیل باکسه. 4 تا دیگه مونده. خدا وکیل. بده وای اینو بده به آخر نکش. وای نداره و اینم با 600 تا جیم صاحب AK شدیم و 25900 تا برامون دوستان عزیز من. حالا میریم با 124 تا کارت سراغ اینکوباتور. امیدوارم اول اصلا فقط سنگ بگیریم. بنر خودش میاد بعد اگر نیومد از تو آفر میریم بنر. اوه بنر میگیریم. از شروع سنگ و بنر باشه داداش تو ببین تاش همین الان داخل کامنت ها پیش بینی کنید و خیلی ممنون میشم میگم بچه‌ها این ویدیو رو لایک کنید و بریم سراغ 5 تایی دوم دوستان عزیز من. حاجی بنر داد. اوکی یه بنر داد. بریم سراغ 5 تایی بعدی. خیلی شانسش خوبه حاجی خیلی شانسش خوبه. همش میخواد سنگ بده. نگاه کن 3 بار پشت سرم این دلغک زاده داره. چرا 3 بار اصلا امکان نداره 3 بار. الان بچه اینجا واقعیت هر بنری بگیریم برای مسعود داره چون هیچ کدوم از MP5 رو نداره. هیچ کدوم از ستای خرگوش رو نداره. هیچ کدوم از اون ستای حالا کله B2K رو نداره. نمیدونم چرا اسمش شده کله B2K ولی اسم ستای کله B2K هیچ کدوم رو نداره. سر همین قضیه همش رید میده به ما دوستان عزیز من. نمیدونم دلیل رید دادن این گردونه چیه ولی همینجوری الان تو 10 تا 20 30 تا اسپین آخر هیچی بهمون نداد. 94 تا هنوز کارت داریم. با سنگ شروع دوباره کرد دوستان. الان یه بنرم پشت بندش میده. شاید سنگ دومو بده. نه سنگ دومو یه دونه داد خدا شکر. یه 5 تای بعدی عیبی نداره. این آخری عیب داشت.
یه چند تا بچه یکی با صفحه لمس بریم. یکی احساس کنم دوستان شانس زیادی داره. حالا الان قضاوت نکن. الان یو حاجی بذار بدون صفحه لمس. میخواستم هم اینو قضاوت کنم. ببینید بچه دوباره هم به ما ثابت شد که زود قضاوت کردن کار درستی نیست. اصلا قضاوت نکنید. قضاوت مخصوص خداست. یکی دیگه نمیزنیم. یه دونه بنا رو گرفتیم بس. 5 تا فعلا سنگ داریم. خوبه. حاجی صفحه لمس شانس بالایی داره. انصافا نگاه کن. نه ری. حاجی اولیه که وایساد، دومیه چیز میخوام. نگاه. آها 4 تا وود داد. اینه وایسا. چرا همش داره وود میده؟ حداقل تیکه ماجیک کیوب بده. بچه راستی تیکه ماجیک کیوب من فکر کنم زیاد باز بود. گفتم این شانسش ریده این کوه یا نگفتم بچه؟ واقعا شانس ضعیفی داره این کوهاتون. یادتونه روز اول رو ساکوروه اومدم اسپین زدم، بعد 5 که میزنم 3 تا بنر میداد، ولی الان دیگه الان دارم چی فکر می‌کنم قشنگ این اسپین که میخوره و تر میده داره اون جمایی که رفته از اکانت کم شده داره از جلوی چشام اینجوری رد میشه. عدد 1560 که میدادیم برای 60 تا و 60 هم هیچی نداد بهمون. حاجی بقیه همه رو میخوام صفحه لمس کنم. خدایی دیدی حاجی دیدی 2 تا از این خرگوش پشت سرم داد. من فقط هیچی هم نداد بچه‌ها. باور کنید شانسش زیاده. باور کنید شانسش زیاده. کاری بگی؟ نه با 3 تا بود باز پشت سرم. حاجی اینو بگید. حالا بیتوکی هم بدی خوشحال میشیم. سنگ کم دارم. سنگ لطفا سنگ پلیز گیو می سنگ گیو می سنگ. وای تموم شد کارتون بچه‌ها. کارتون تموم شد. کلا 7 تا سنگ گرفتیم. خب 4 تا برای این داریم، 7 تا برای این دلغک داریم، 4 تا وای یه دونه کم دارم. وای خریدم از سفر نمیشه اینو خرید. بابا گند بچه‌ها. یه 4 تا اسپین بزنم باجی. من اونو باید بگیرم باجی. خدایی یه دونه چیز B2K بده به من انصافا. مرسی سنگ دادی. مرسی. 3 تا پشت سر هم گرفتیم. حاجی با جیم احساس کنم شانس بیشتری داره. یه دونه دیگه 5 هم بزنم خدایی با جیمو داشت شانسی داره. انصافی حاجی با جیم شانس داره. حاجی با جیم شانس داره. 2 تا سنگ پشت سر هم داد. حاجی یه 5 دیگه میطلبه این گردونه به نظر من. این گردونه 5 دیگه با جیم میطلبه به نظر من. اشکال نداره. وای حاجی این یکی دیگه هم میطلبه. انصافا داره توی 20 که من زدم اندازه کل اون 120 داد. خب من میدونستم کارت نمیرفتم بخرم. داداش کاری بگی؟ حاجی من نمیخوام این حرفا بزنم ولی یکی دیگه هم میطلبه. جمم تمام شد ولی میطلبه. داداش کاری بگی؟ حاجی من نمیخوام تحریکتون کنم ولی یکی دیگه هم میطلبه بچه‌ها. بهم برات شده این خوب 2 تا سنگ کنار هم. داداش این یکی دیگه هم به نظر آخری است دیگه ولی میطلبه. آخری قول نمیدم ولی داداش من نمیخوام بگم ولی یکی دیگه لطفا. آخری انصافا آخری. واه دیگه من چی بود بالاخره تمام. این که اینو داد یعنی فینیپ و سیتا. حالا با خیال راحت بریم خرید کنیم بچه‌ها. چی می‌خریم؟ اول از همه میریم با هم این ست جذاب می‌خریم. 9 تا سنگ هم هنوز اضافه میاریم. یادتونه ما یه 2 تا کلا 7 تا سنگ داشتیم دیگه حاجی. 20 تا سنگ گرفتم الان من. اوکی این از اینم نمیتونیم اینجا بچه‌ها ببینید داغ نشید. این ست به درد نخوره. این اگه بچه‌ای که از قدیمی گیم باشن میدونن این ست آخری. اولی اینه، دومی اینی که بدبختی کلا افتاده پایین و این آشغالم سومیه. حالا الان یه جامپ بزنیم بچه‌ها. 3 تا 2 تا 5 تا سنگ بریم می‌خوایم. 4 تا سنگ اضافه میاریم و اینم بهترین یو ام پی ببخشید UMP که اصلا نیست. یکی از بهترین MP5 های گیمه. اینو میگیریم. گوله اینو نخواین. این اولیه داداش. این اولیه پاوراشو ببین.
ریت نداره. اینو ببین ریت نداره. اینو ببین ریت. این از همشون بهتره. بچه من واقعا منطقی دارم خرید میکنم برای حساب. لطفاً بنویسید اینو و تایید کنید که واقعا دارم چیزای خدایی خوبی میگیرم. اوکی یه دونه MP5 میایم توی این قسمت. عرضم بزرگتون یه دونه از اینا میگیریم. این ست خرگوش خفن رو گرفتیم با هم. عرضم بزرگتون میایم اینم میگیریم. هنوز یه دونه سنگ دیگه هم اضافه آوردیم. خدایی نمیدونم 3 کی زدم 4 کی زدم هر چی زدم اندازه اون 120 کارتی که خریدیم به من داد. واقعا داد. هر 5 شی میذارم حداقل یه چی میداد. اوکی حالا این از این. بریم با هم تو قسمت حالا ستایی که گرفتیم 55 تا بالاتر شدیم. هنوز این همه باز کردیم و بچا 62 تا باکس داریم که همه الکی نیست. مثلا نکن 60 40 تا 30 تا فلان تا اونقدر اینقدر. این 40 تا رو یه لحظه با هم باز کنیم. فقط میخوام توکن بگیریم که گانامون رو لول اپ کنیم. اوکی یعنی یه دونه اینجا اسکین لامبو گرفتیم بچا. دیگه ارزم بزرگتون پروفایل ذرت گرفتیم که بذار پروفایل آف کنم دیگه. ارزم به خدمتتون که اینجا هیچی. یه دونه کیل باکس به درد نخور گرفتیم. اینجا هیچی. دنس گرفتیم. دنس ناراتو که فکر نمی‌کنم نیاز باشه بزنم. این دنسم بذارید برش دارم. دنس ناراتو قطعا دیدین خودتون. دیگه آرزم به خدمتتون ست ناروتوی خفنه گرفتیم که هی اینجا کله ساکورا دوباره این اومد اینجا. کله ساکورا نداریم براتون تست کنم ولی فوق العاده شد. عرضم حضورتون ست زنونه ناروتو رو داریم که اینم که هست. اینه داریم ست خوشگل خودم خیلی ست خوبیه. اینم با هم بازش کنیم. لژندریه. این ست زنونه رو داریم که اصلا نمیدونم کجا گرفتیم. مهمم برام زیاد نیست. اینم لژندریه. اینم با هم باز کنیم. این B2K از همه اونا سنگ بیشتر می‌خواست ولی بچه‌ها این اپیکه. ولی اونایی که به درد نخور بودن اونا همه لژندری بودن. چقدر جالب. و اینم از این ست این که اصلا نمیخوام باز کنم. نمیدونم کجا ولی حاجی کاره بگی. این ست با کلس ولش کن. حالا کار نداریم. اینم از این. خدایی درسته پارتی بود که نزدیک به 20000 تا خرج شد. خب بچه من اینو میدم ولی بهترین آیتما رو تو کل این پارتا گرفت. بریم با هم دیگه چیا گرفتیم آجی. MP5 جذاب گرفتیم. بذارید گانا رو بهتون یه نشون بدم. اینجا AK لولی رو گرفتیم اول از همه که الان میریم لول اپش میکنیم با هم. دیگه اینجا MP5 این قبلا یک اینکو بود الان انداختنش آخر. من نمیدونم چه منطقی اینه الان انداختنش آخر. حالا کار این یک اینکو رو گرفتیم دیگه هیچی نگرفتیم. گالری اکانت بخوام بذارید بهتون الان نشون ندم. 200 تا توکن داریم. حالا یک مقدارم از قبل داشتیم. اسکی مش داریم درسته. اسکی مش لول اپ کن. آره اسکی مش لول 5 کی 400 تا توکن دارم. از کجا؟ فاماس فاماس لول 4 پس بیشتر از این نمی‌کنیمش. AK هم به لول 400 میتونیم برسونیمش. و اگه براتون سوال چرا تا لول 4 بعد اون حواله اصلیش باز میشه و از اونجا به بعد یه جورایی واقعا هم جم زیادی میخواد و هم واقعا نمیصرفه این حساب. لولش رو ببریم بالاتر چون جما به نظرم حروم میشه. اینم لول 4 204 تا میگم فامات که گان لول جدیدی هم که ما داخل بازی احتمالاً تو همین ماه بیاد و اگه جمی بمونه برامون میگیریمش و لول اپش میکنیم. اگه هم نمون که خب صاحب جدید خودش میگیره. حالا به هر حال لول اپش میکنه. و این از این. دیگه بذارید یه لحظه گالری اکانتم بهتون نشون بدم. تا الان اینجوری خدایی بد نیست بچه‌ها. گالری خیلی قشنگ. گانا نگاه کنید AUG شو ببینید. واقعا دارم سعی میکنم بچه‌ها یه حالت این حسابو در بیارم که مثلا از هر گان بهترینه. بچه‌ها الان فکر نکنید حساب خاما. بچه‌ها این 60 تا باکسی که اینجا هسته این 60 تا باکسه حداقل 5 تا گان دائمی بمونده. یعنی UMP ساکورا رو میتونم تضمین کنم بهمون میده. نمیدونم AK که حالا لول AK خوب میده اسکار خوب میده. اینا همه رو خوباشو میده یا حداقل مثلا 60% میگیره. و من دارم واقعا یه کاری میکنم با این حساب که بچه‌ها یه سری ستایی داشته باشه یه سری اسکینایی داشته باشه که وقتی کسی اینو برنده میشه دیگه اصلا نیاز نباشه روی این حساب خرج کنه و عملا یه حسابی داشته باشه که تا وریفایر وجود داره بتونه از اسکیناش استفاده کنه بدون از ستاش استفاده کنه خسته نشه و در این حال به دردش بخوره. خلاصه دمتون گرم مرسی که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین. لایک و کامنت سابسکرایب بتون و بسودی با یه خفن و جدید میام. فعلا خدافظ.